من تو این ویدیو قراره که چالش 2 گزینه انجام بدم همراه با یک مهمان ویژه که میخوام این کار باشه انجام بدم. صدای آب اونجا میاد، اونجا رودخونه است، اونجا صدامو خوب بشنوید. اگر نشیدین سعی میکنم بهترش کنم. امروز تو این ویدیو همونطور که گفتم قراره که با چالش گزینه بریم، 2 گزینه بریم. یو واتساپ گنگ، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو از چنل ولاگ من آشیل هستم و امیدوارم که از کسی بهترین حال داشته باشید. سلام کنید. کجا میرید؟ بیا سلام. سلام دوستای بکن با ما سلام تو چنل خودمونه. اوکی بچه ها چنل پارسا دیسکریپشن گذاشتم. میخوای بیای این آدم وایسی؟ نه سرده. چنل پارسا دیسکریپشن گذاشته، حتی صاحبتون داره چنل منم که دمتون گرم. برد بیوار ما بودی بیا دمتون گرم. تو سرما کار کردن، تو گرما کار کردن، تو سگی سرما کار کردن اینجا خوشبختی میاره. بچه ها امیدوارم از این ویدیو لذت بریم. اینترو خیلی خوب طولانی کنم. 5 4 3 2 و 1 بریم سراغ ویدیو. خواهد اولین 2 گزینه اینا با لباس زنونه برو تو خیابون و برو گدایی کن. انتخاب کن. ویدیوه؟ آره سلام. خب بالایی انتخاب کن. بالایی بیا اوی که چی بود؟ بالا زنونه خب این بهتر. برو گدایی کن. بریم. خب بچه ها قرار که پارسا الان برو گدایی بکنه. آقا پارسا فرما. بازدیش کنسل آقا. خب آقا پارسا خدا کنه که یه نفر تو خیابون باشه. پارسا صورت زیاد داره میره. آقا یکی نواشم من در میدم. آره دیگه. بیا چالش در چی؟ زنگ بزن فراق. نه دیگه چالش انتخاب شده دیگه. بعد بار گدایی تو کنی بیای 5 تومن 2 تومن شده بگیر بیاد تمام. نه دیگه داداشه با بگیری گدایی اینه که با پول بهت بدن. یه پارس اونجا یه دست آدم اونجا هستن. داداش نترس بیا. خب باش میخوام بالا. بریم بالا. راستی که هر دو اونجا. آقا سلام پسرم. پول میخوای؟ پول کار کن. پول میخوای؟ داری؟ مرسی. آفرین. برو خودت قاقالیلی بخر. خب بچه 2 تا چالش بعدی که پارسا بیرینشون یکی رو انتخاب کنه. این 2 تا امیدوارم درست معلوم بشه. خوابیدن رو ماشین رو برو بیرون و داد بزن من گاوم. خیلی گاوی. انتخاب کن. از ذهنت با داداش یا والایی برو بیرون من گاوم پایین پشمام. اوی کی گفتن یه برو بخواب رو ماشین. اوی کی خب بده من اونو. اوکی خب پارسا جان بفرما. دلم دل گاوی من گاوم. چی گولیا پوش دارم. خب پارسا اینه 2 گزینه سوم. بچه ها الان دیگه نمیخوام بهش میگم برای اینکه سخت‌تر بشه یه خورده براش. نمیخوام بهش میگم گزینه ها چیه. پشما اوکی چیه؟ ریخته ها رو سر. با اینی هم بود کل روز با لباس برعکس. سرد با خیز کنیم منچ شلنگه نشمید. میخوای کاسه ها با کاسه رابطه خوبی داری؟ چجوریه بود چیکار نمی‌کنه؟ خیس کردی مگه؟ راستی این بهتر شد. خیس شو
خیلی خودم دیمس یه آری بزن سیستم میشه کنم دیگه بچه این چالش هم انجام داد بریم برای چالش بعدی خب بچه این هم تو گزینه آخر این بار میخوام طولش بده من نگاه کن نگاش کن یس آب ریخته رو خودت این کن داش یه چوب کبریت روشن کن زنگ به دست بیست من بگو اینجا یه انگار چوب اینجا آتیش گرفته خیلی عزیزی شما زمان انتقام نکردی خب بگی باید تو خیلی خیس کنی این چی میگم بدن نگفتی آب من گفتم دیگه گفتم بهت بدن نه من خارج از ویدیو گفتم بهت من چند آفلان بهت گفتم نگو برسو بهت گفتم دیگه چی آقا بریزی یعنی چی چیکار داری میکنی آیستا بازم پوشم بکنم صورتم کشتمش بچه ها سرش آب ریختم بچه ها اینکه همین دیگه این هم چالش آخر بود و گزینه آخر بود بچه ها مرسی که آخر میدم پارسو که حالش بد شد رفت بعد مجبور شدم اوتو رو تنها بگیرم بچه ها مرسی که آخر میدم هم بودیم امیدوارم که هستید حالتون عالی باشه اینکه بهترین حال داشته باشید دمتون گرم اینکه تا درود دیگر و ویدیو دیگر بدرود